دور جدید برنامه‌های تلویزیونی نامزدها. طبق جدول زمانبندی بخش دوم برنامه تبلیغاتی نامزدها در رسانه ملی از عصر فردا روی آنتن میره. در اولین برنامه قرار آقای قرضی در شبکه 4 از ساعت 18:10 به سوالات 3 کارشناس پاسخ بده. ساعت 19:10 هم آقای عارف از شبکه 3 به سوالات جوانها پاسخ میده. ساعت 20:10 فردا هم زمان پخش اولین مستند نامزدهای ریاست جمهوری از شبکه 1. اما امشب بخش اول برنامه‌های تلویزیونی نامزدها به پایان میرسه. آقای قرضی همین چند دقیقه پیش از شبکه 1 نیم ساعت با مردم از برنامه‌هاش گفت. آقای حداد عادل هم ساعت 22:45 امشب آخرین نامزدیه که به استودیوی گفتگوی ویژه میاد و آقای رضایی هم از ساعت 23:30 در شبکه جام جم پاسخگوی سوالات ایرانیان خارج از کشوره. امروز همچنین هیئت اجرایی مرکزی انتخابات جلسه گذاشتن و نحوه و کیفیت مناظره روز جمعه نامزدها رو بررسی کردند. چگونگی روند تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موضوع دیگه این جلسه بود. اما در گرماگرم تبلیغات نامزدهای انتخاباتی بریم ببینیم که تنور انتخابات در بین مردم چقدر گرم شده. بسم الله الرحمن الرحیم. با خودمون گفتیم گزارش انتخاباتیمون رو از نونوایی شروع کنیم. حالا چرا نونوایی؟ به این خاطری که الان تنور انتخابات مثل این تنور نونوایی داره داغ میشه. اصلا عجب تنور داغی ها. بعدش هم تو نونوایی تنظیم تنور تو پخ خیلی مهمه. ملک داره تنوره؟ باید آتشیشو داشته باشه دیگه، نسوزه، نپزه. از همه مهمتر رضایت مردمه. حالا نون چجوری میخوای شما؟ خاشخاشی عالی. اوستا بیا که بدیم. من باید آردت خوب باشه. خب بعدن خمیره. خب خودت باید خوب بتونی بپزی. دنبال تنور انتخابات رفتیم به میان مردم با دیدن ما انگار دنبال نامزد انتخاباتی میگردن. شروع کردن به اعلام حمایت. به مردم گفتیم که شما که اینقدر اهل مباحث انتخاباتی هستید، حالا یکی دو تا تشابه بین تنور انتخابات با تنور نونوایی رو بگید. او تنور منظور از کشور خوب، نون که سالم باشه، انتخابات سالم، امنیت مردممون تامین میشه، این مشکلاتی که تو جامعهمون هست حل میشه. اون سوخته نمیخوام، یعنی وعده الکی نمیخوام. شاطر رو که بتونه نمک رو به اندازه بزنه، آره، زیادی سوختگی نونم بگیره، درسته؟ وقتی که رئیس جمهور میاد باعث هم شورش نکنه هم بی‌نمکش نکنه. نون برشته خوبی داشته باشه، معمولا فروش بیشتری داره، صفحه بیشتری داره. انتخابات هم اگه حرفایی که میزنن عمل کنن، مشتری بیشتری دارن. بعد ازشون سوال کردیم آقا انتظار دارید از تنور انتخابات چی بیرون بیاد؟ یا به عبارتی دیگه آقا تو تنور انتخابات چی واقع بشه بهتره؟ صداقت، مسکن، کمک گرفتن، مشورت، امانت، رفاه، حرفی که میزنن عمل کنن، مبارزه با گرونی، مشارکت بالا، مبارزه با تورم، اقتصاد، مشکل ازدواج حل کنن. قرار آش خانم صحبت کنه. آش خانم بفرمایید که در تنور انتخابات چی پخ بشه برای مردم؟ جوانای ما رو سر کار بیارن. اشتغال، نیروی کارآمدی باشه که بتونه کار کنه. مسائل مردم و منافع ملی فکر میکنم دیگه. اما امشب ما خبرهای انتخاباتی باز هم براتون داریم، اما پیش از اون بریم خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان رو با هم بشنویم. کمک خواهی وزارت بهداشت از مجلس برای رفع کم و کسری‌های قانون 58 سال پیش که خیلی از مشکلات امروزی رو پیش بینی نکرده. برای چه تخلفاتی هست؟ در بعضی از جاها بالاخره تعرفه ها رعایت نمیشه. در بعضی از مواقع به موقع نیازهای مریض برطرف نمیشه و موجب ایجاد عوارض میشه برای بیمار و در بسیاری از مواقع خواسته های غیر فنی بیماران که خواسته های به حقی است در رابطه با رعایت کرامتشون، اونجا بیماران مشکل دارن. در چه مرحله های دکتر این درخواست؟ والا بر اساس
همکاری کمیسیون بهداشت درمان، وزارت بهداشت و وزارت دفاع داره کارهای کارشناسیش به اتمام میرسه در مجلس. سفر به شمال با پستی و بلندی کمتر. امروز طولانی ترین تونل جاده‌ای شمال کشور در محدوده گردنه امامزاده هاشم محور هراز افتتاح شد تا با حذف گردنه امامزاده هاشم فاصله 21 کیلومتری منطقه پلور در استان مازندران تا آب علی در استان تهران 9 کیلومتر کوتاه‌تر بشه. طول این تونل بیشتر از 3 کیلومتره. بالگرد رئیس جمهور که عازم محل افتتاح تونل بود دچار سانحه شد، اما خوشبختانه به آقای احمدی نژاد و همراهانش آسیبی نرسید. رئیس جمهور امروز دستور ساخت قطعه دوم این تونل و احداث قطعات دوم و سوم آزادراه تهران شمال در جاده چالوس رو هم صادر کرد. در آستانه انتخابات یک شبکه جاسوسی دیگه در تور اطلاعاتی ایران گرفتار شد. وزارت اطلاعات امروز در اطلاعیه‌ای از شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه خرابکاری خبر داد. طبق این اطلاعیه سرشبکه این گروه از چند سال پیش به استخدام سازمان جاسوسی یکی از کشورهای عربی کوچک منطقه که ارتباط گسترده‌ای هم با رژیم صهیونیستی داره در اومده بود و از طریق مأموران این کشور به افسرهای اطلاعاتی موساد متصل بود. در اطلاعیه وزارت اطلاعات به ارتباطات سرشبکه این تیم تروریستی با 2 تن از سرکرده‌های فرقه بهائیت در یکی از کشورهای شبه قاره هند اشاره شده و اومده در آستانه انتخابات به این فرد مأموریت داده شده بود که گروهی عملیاتی رو برای انجام اقدامات تروریستی در کشور، اون هم در مقطع برگزاری انتخابات پیشرو به خصوص در روز رأیگیری آماده کنه. اختلاف افکنی‌های قومی مذهبی هم از اولویت‌های مأموریت این شبکه تروریستی بوده. در اطلاعیه وزارت اطلاعات به شناسایی ارتباطات عامل اصلی این شبکه با مرکزی در انگلیس هم اشاره شده. وزارت اطلاعات اعلام کرده همه اسامی، تصاویر و فیلم‌های مربوط به این شبکه و ارتباطشون با کشورهای دخیل در این پرونده ضبط شده و در زمان مناسب درباره بهره برداری یا انتشارش تصمیم گیری خواهد شد. ضد حمله سپاهان به تهاجم انتقادی سرخابی درباره بستن قراردادهای میلیاردی با بازیکنان. میلیاردی دارید پیشنهاد میکنید به بازیکنانی که مورد نیازتون هست و در لیستتون قرار داره. ببینید هنوز اسم سپاه جای نیاوردن، همش میگن تیمای صنعتی. ما الان تو این 2 سال بیشتر از هر باشگاهی نفر از دست دادیم. تمامش هم اکثرشون بازیکن ملی بودن. حالا یکی بیاد جواب بده که اگر ما پولمون بیشتر از دیگران بود که من حفظشون کرده بودم. ما اولا 5 6 تا بازیکن دارم میارم اینجا، وقتی هم قراردادش تموم شد من همه رو تو سایت میذارم همه ببینن. اعلام میکنید که چقدر قرارداد بستید؟ بله اعلام میکنیم. نداریم ما بالاترین سقف باشگاهمون بهترین بازیکن داریم 1 میلیارد 100 بهش میدیم. همه بدونند. برای امسال بهترینا رو اسم سپاهانه بیاره قطعا دست شکایت میکنه، کمیته انضباط شکایت میکنه، قوه قضاییه شکایت میکنه، باید بیاد پاسخگو باشه. تسهیلات 20 میلیونی وعده رئیس مجلس به بشاگردی ها. آقای لاریجانی که امروز برای بازدید از مناطق زلزله‌زده بشاگرد و نظارت بر امدادرسانی به بندرعباس رفته بود، به زلزله‌زده‌های گوهران و بشاگرد خبر داد که برای اونها تسهیلات 20 میلیون تومانی در نظر گرفته شده که اعتبارش به زودی به استان ابلاغ میشه. رئیس مجلس از کیفیت و نحوه امدادرسانی ابراز رضایت کرد و به مردم منطقه قول داد نواقص و مشکلاتی که مطرح کردن با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی سریعتر برطرف بشه. 23 روز قبل زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.2 ریشتر بخش گوهران شهرستان بشاگرد رو لرزوند. از باشگاه دانش‌پژوهان به دانش آموزان المپیادی. باشگاه شعبه ندارد. مراقب مؤسسات سودجو باش. تحت عنوان فعالیت‌های المپیادهای علمی در واقع وجاهت قانونی نداره و چنانچه دوره‌ای رو برگزار میکنن یا احیانا گواهی‌ها رو تحت این عنوان میدن. از نظر ما در واقع اینها وجاهت قانونی نداره. اگه مشاهده شد به گفته معاون باشگاه دانش‌پژوهان اسامی پذیرفته شده های المپیادهای دانش آموزی 14 روز دیگه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه دانش‌پژوهان آموزش و پرورش منتشر میشه. ترکیه در تب و تاب اعتراضات پلیس رو در روی معترضان قرار داد. از ساعتی پیش با بازگشت معترضان به میدان تقسیم استانبول، دوره تازه اعتراضات مردمی به سیاست‌های دولت اردوغان شروع شد.
تظاهرات اعتراض‌آمیز و ضد دولتی مردم همزمان در 48 استان ترکیه هم برگزار شد. در آنکارا پایتخت ترکیه مردم با پلیس درگیر شدند. استعفای دولت اردوغان خواسته اصلی معترضان ترکیه است. صدها تظاهر کننده دیشب در میدان تقسیم، جایی که قطع درختاش برای ساخت مجتمع تجاری جرقه اعتراضات را شعله‌ور کرد، تجمع کردند. در ناآرامی‌های چند روز گذشته ترکیه تا امروز 2 نفر کشته شدند و آمار زخمی‌ها هم 1000 نفر اعلام شده. گفته میشه پلیس صدها نفر رو هم بازداشت کرده. ترک‌های ساکن در خارج از ترکیه از جمله بلژیک، آلمان، مادرید، لندن و نیویورک با برگزاری تظاهرات از معترضان داخل ترکیه حمایت کردند. 12 خرداد رو مشاهده می‌کنید. با توجه به اینکه فرصت قانونی تبلیغات انتخابات به نیمه راه رسیده، به نظر میرسه نشست‌های خبری، سفرها و سخنرانی‌های نامزدهای ریاست جمهوری هم سرعت بیشتری به خودش گرفته. آقای جلیلی در ادامه سفرهای انتخاباتیش امروز به مناطق محروم و کپری در اطراف کهنوج در استان کرمان رفت. چیزی داشته لاغای اتاق میرسید. بیشتر. کمتر از 5 کیلومتر. دعا کنید که همین حالت. آقای جلیلی سپس در جمع مردم کهنوج از برنامه‌هاش گفت: چرا باید کشوری که منطقه‌ای مثل کرمان و جیرفت و کهنوج رو داره باید 85% روغن و دارایی روغنیش وارداتی باشه؟ همین الان جیرفت مقصد بعدی سفرهای امروز آقای جلیلی بود. آقای جلیلی همچنین دیشب به قزوین رفته بود. اگر پیشرفتی می‌خواهیم، اگر حرکتی می‌خواهیم و اگر یک عبور مطمئن از تنگناها و پیچ‌ها و موج‌های فتنه می‌خواهیم عبور کنیم، تنها راهش همراهی ملازم با ولایت فقیه است. هر گونه زاویه گرفتن، هر گونه انحراف، هر گونه عقب ماندن و یا جلو زدن از آن حتماً غرق شدن است و فرجامی نخواهد داشت. آقای حداد عادل هم صبح امروز به جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران رفت. بنده اگر متخصص اقتصاد نیستم و فلسفه خوندم، اما میدونم که کار اقتصادی رو باید بسپرم دست متخصص اقتصادی و از اصول فکر من و کار من اعتماد به دانش تخصصی است و اعتماد به تجربه. این هر دو رو در کنار هم مهم میدونم و بنده اهل تصمیم گیری عجولانه و شخصی نیستم. یعنی اگر من رئیس جمهور بشوم، هرگز در یک جمعی که مردم جمع شده باشن و برای من هورا بکشن، من بلافاصله اعلام نمی کنم که بودجه استان شما رو 3 برابر میکنم. بنده همچین تصمیمی نمیگیرم، چون میدونم معنای این حرف چیه. من به حدود اختیارات رئیس جمهور واقفم و میدونم هر تصمیمی هم که در یه جا گرفته بشه آثارش در بقیه جاها ظاهر میشه. آقای حداد عادل سپس به پژوهشکده فضای مجازی رفت. باید هم فرصت‌های فضای مجازی رو بشناسیم، هم تهدیدهای فضای مجازی رو. نمیتوانیم فقط به ذکر تهدیدها اکتفا کنیم و در رو به فضای مجازی ببندیم. نمیتوانیم فقط به فرصت‌ها دلخوش باشیم و از تهدیدها غافل باشیم.
آقای روحانی هم دیشب به حسینیه جماران رفت و از کلیدش برای باز کردن قفل مشکلات گفت. با همت شما، با حمایت شما، با حضور شما تمام قفل‌هایی که در این 8 سال بر روی زندگی مردم بستن باز خواهیم کرد. این کشور بزرگی است. این کشور با عظمتی است. این کشور قوی است. ما این کشور را به روز عظمت و سربلندی برخواهیم گرداند. آقای عارف امروز با مترو به بازار تهران رفت و با مردم به صورت چهره به چهره گفتگو کرد. سلام علیکم. آشا خوبه. اثر برخورد با سوریه مقدمه برخورد با حزب الله و بعد ایران. شما برای این پایدار هستید دیگه. یعنی نباشیم نمیتونیم حکومت کنیم. فقط باید درآمد مردم ببرن بالا. امروز شما معذرت میخوام یادتون باشه. یعنی اعتدال بین هزینه و درآمد. 50 تا رئیس جمهور دیگه بیاد نمیتونه این قیمتی بیاره پایین. کسی نگفته قیمت پایین. قیمتش که نمیتونه بیاره. مهار تورم، کنترل، افزایش قیمت. درآمد مردم تو ایران بره بالا. 100 تا رئیس جمهور اگه تونست قیمت رو بیاره. افزایش درآمد بیشتر از تورم. کسی نگفته. آره کی گفته؟ نه. ما تو صحبت می‌بینیم صحبتایی به مردم. همه میگن مهار تورم، مهار گرانی. ما زمان آقای خاتمی حقوق بازنشستگان رو 2 تا 3 برابر کردیم. در زمان قبل از زمان خاتمی به فوق‌العاده بازنشستگی پرداخت نمی‌شد. ان شاء الله همین مسیر رو با آیه تا شتاب بیشتر دنبال کنیم. ولی قبل از زمان خاتمی، قبل از 76 احمدی‌نژاد حقوق ما چندین برابر شد، اما الان قیمت‌ها چندین برابر بالا رفت. آقای روحانی نه تا آخر است. واقعا زحمت شد. آقا رئیس جمهور بشی بازم میاد اینجوری تو مردم. حتما بودم. اینجا 4 نفر 5 نفر اینجا سکه پوش تعیین کننده قیمت نرخ و قیمت گرونی اجناس هستن اینجا. این وضعیت رو باید شما یه کاری کنید برش کرد. آقای قرضی امروز در جمع تعدادی از دانشجوها گفت باید با مهار تورم زمینه رقابت در تولید رو به وجود آورد. در کشورهایی که تولید دارن هزینه سرمایه پایینه. یعنی میری از بانک پول بگیری 2% 3% میگیرن سرمایه بد میدن. شما تو این کشور میری سرمایه از بانک بگیری 25% 30%. شما نمیتونی رقابت کنی. بابا 100 سال تولید متوقفه. به خاطر چی هزینه بانک بالاست؟ برای اینکه تورم داری. تورم وقتی که داشته باشی 20% 25%، پولی که از بانک میگیری باید یه چیزی بذاری روش بالاتر بگیری. اون وقت این دولت‌های گذشته همه اومدن گفتن که به تولید کمک میکنیم. یه پولی از دولت گرفتن رفتن کار انجام بدن. مثلا فرض کن دلار 300 تومان بوده، 500 تومان بوده. این طفلی که این پولو گرفته رفته فکر کرده با دلار 500 تومان میخره، تا اومده سورشو بسازه و کارش انجام بده دلار شده 700 تومان، متوقف شده. اصل کار در تولید این هست که شما در یه جهانی زندگی میکنید که یه دهکده بیش نیست. چینی، هندی، ژاپنی، آفریقایی، اونا که تولید میکنن، اروپایی، هزینه سرمایهشون پایینه، میتونن تولید کنن. با هزینه سرمایه بالا نمیشه تولید کرد. آقای سید محمد قرضی امروز در جمع اعضای کانون سردفتران هم برنامه داشت. من میخوام هم جمهوریت رو توسعه بدم هم اسلامیت. یعنی اینا محدود شده به تصمیم گیری های دولت ها و دولت ها توان این که این مفهوم رو بتونن اجتماعی تر بکنن ندارن، بنابراین کارشون جلو نمیره. آقای قالیباف امروز سفر به ارومیه رو در برنامه کاریش داشت. ظرف 2 سال یک سامان و یک آرامش ذهنی
و یک ثباتی در مسائل اقتصادی و آغاز یک کار جدی برای اشتغال و کنترل گرانی و با اطمینان عرض می‌کنم کاهش قیمت‌ها در اقلام اساسی خانواده‌ها انشالله به وجود بیاد. آقای قالیباف امروز همچنین به تبریز رفت. آقای قالیباف عصر دیروز هم به گرگان رفته بود. اگر بحث مسکن رو حل کنیم معنیش اینه که 80% قدرت خرید خانواده ها رو بالا بردیم و میتونن این کار رو انجام بدن. انشالله با حول قوه الهی با ظرفیت‌های کشور این کار انجام میشه. اگر توفیق خدمت بود از 25 خرداد در خدمت شما عزیزان باشیم برای یک کار بزرگ و جدی. التماس دعا. آقای ولایتی هم برنامه انتخاباتی امروزش رو با دانشجوهای دانشگاه شهید بهشتی گذروند. سلامت باید رایگان بشه، یعنی به نوعی حذف پول در رابطه بین پزشک و بیمار. الان چیزی بین 65 تا 70% هزینه درمان از جیب بیماران پرداخت میشه. این معناش این است که بیمه ما کارایی لازم رو نداره و معمولاً مردم به زحمت هزینه‌های درمان خودشون رو اگر دچار بیماری مشکلی بشن فراهم میکنن و اگر امکانی رو نداشته باشن اصلا از معالجه صرف نظر میکنن و این وضعیت نامطلوبی است. آقای ولایتی امروز به جمع حقوقدانها و وکلا هم رفت و از قانون و لزوم پایبندی به اون گفت. به قانون عمل نشده در حوزه داخلی و اقتصاد داخلی. اصلا مشروعیت یک حکومت به اجرای قانون هست، حالا قانون شهر و قوانین عرف.